احساس خوب شب‌های حافظیه رو با شما به اشتراک میذاریم. الان که 21:58 است. خیلی ممنونم. آقای دکتر، توی بخش پایانی برسیم به باغ ملکوتی و خود مقبره. بسیار عالی. در بخش انتهایی اشاره میکنم به یکی از ابیات حضرت حافظ: قدم دریغ مدار از جنازه حافظ امروز، که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت. فوق العاده است. یعنی دقیقاً حافظ به زیبایی هرچه تمامتر مکانی رو که برای آرامش ابدی خودش انتخاب کرده نام بهشت رو براش گذاشته. ما هنگامی که از این ردیف پلکان در میایم بالا، سختی و مشقت این دنیایی رو بر خودمون هموار میکنیم، اولین دیدی که دقیقاً از آرامگاه رو داریم ما رو کنجکاو میکنه، ما رو کمک میکنه که بخوایم به سمت باغ انتهایی یا قسمت سوم بریم. از پله ها میریم پایین و اون فضای آرامگاه حافظ ما رو در بر میگیره. آندره گودار در طراحی مجموعه آرامگاه به زیرکی چند تا نکته رو با هم دیگه به کار گرفته. اولین نکته این هست که در معماری آرامگاه ما 8 تا ستون سنگی یک پارچه میبینیم که این 8 تا ستون 2 تا مفهوم رو برای ما در معماری به همراه داره. مفهوم اول اشاره به قرن 8 حافظه، مثل اون بیسته که اینجا قرن 20 بود. دقیقاً. یه لحظه خراب شد، ببخشید درستش کردم. و مفهوم دوم اشاره هست به هشتی در معماری ایرانی. هشتی به معنای فضای هشتن یا فضای بیرون زدن، جایی که دقیقاً میخواهد من رو دقیقاً از آن فضایی که توش هستم بخواد دقیقاً چی در بر بگیره. که البته هشتی ها هم در معماری ایرانی بیشتر به صورت 8 ضلعی هستند، کما اینکه دقیقاً در این بنا هم ما معماری 8 ضلعی رو میبینیم. این آرامگاه درون یک باغ قرار گرفته که این باغ از طریق یک سری دیوارها در طرفین خودش احاطه میشه و معمار اومده یک سری فضاهای دنج و فضاهای خلوت رو با سکوهای فراهم کرده که فردی که اومد اینجا تفعلی که به دیوان حافظ زد بخواهد بره در گوشه های این باغ با خودش و با خدای خودش و با حضرت حافظ خودش خلوت کنه و این به زیبایی در این باغ ملکوتی به نمایش گذاشته شده. نکته دیگری که راجع به آرامگاه خیلی به نظر من جالب هست و دقیقاً حالا برای اولین باری مسئله رو داریم باز میکنیم، این هست که معمار در بنای آرامگاه، حالا دوستان اگر نشون بدن، معمار در بنای آرامگاه از کلاه قلندران دقیقاً از کلاه قلندران و کلاه درویشان الهام گرفته. اما اگر دقت بفرمایید این کلاه در پوسته بیرونی خودش معمار از عنصر مس که عنصری ناچیز و فلزی کمبها و کم ارزش هست استفاده کرده که به مرور زمان در برخورد با آفتاب و باد و باران اکسید میشه، اما در پوسته داخلی این بنا از کاشی‌های معرق پیشبرد و کاشی‌های معرق اسلیمی مکتب شیراز استفاده کرده. ببینید تقابل 2 تا عنصر کنار همدیگر رو ما در معماری اینجا داریم. یک بخش داخلی که به صورت کاملا ارزشمنده و یک بخش بیرونی که نماد بیرونیش کاملا بی ارزش و ممکنه یا حتی کم قیمت به نظر برسه. معمار میخواسته این مسئله رو بگه که آن چیزی که دقیقاً ما الان در دیوان حافظ داریم میخوانیم زایده اشعاری هست که از ذهن حافظ در درون بنا به عنوان یک ذهن زیبا برای ما داره میاد. سیرت زیباست دیگه. دقیقاً، درود بر شما. اما آن چیزی که در حقیقت حافظ رو به عنوان یک قلندر، درویش، زاهد خرابات برای ما داره آشکار میکنه، آن پوسته بیرونی هست. و چقدر زیبا 2 تا پوسته کنار همدیگه قرار داده شده که پوسته بیرونی اگرچه بسیار زیباست که نشان دهنده ذهن زیبای حافظ هست که این غزلیات حافظ از اونجا نشأت میگیره، اما پوسته بیرونی نشان دهنده آن ویژگی در حقیقت زندگانی دنیوی حضرت حافظ رو برای ما تبادر میکنه. کما اینکه یک سری اشعار، ابیات، معمار اومده در داخل خود اون پوسته استفاده کرده، از جمله این مصرع: حجاب چهره جان می شود غبار تنم. حجاب چهره جان می شود، دقیقاً می شود غبار تنم. خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. ببینید دقیقاً من دنبال این بیت بودم و چقدر زیبا دوستان اشاره کردن. این زنده مستقیم حیفم میاد نگم
که الان داریم این لحظات رو با هم تجربه میکنیم و چه لحظه شیرین اتفاق افتاد. دقیقاً. ببینید چقدر حضرت حافظ رنده، حجاب چهره، یعنی آن چیزی که دقیقاً در چهره ما نمود داره و هنگامی که این چهره میره زیبا، آن پوست